گجت ها برات انجامش میدن. معرفی 5 تا گجت باحال برای استفاده در منزل. شماره 1. این یک اسپیکر با کیفیت ضد آبه که به راحتی روی دیوار میچسبه و داخل همون برات موزیک پخش میکنه. شماره 2. این یک سرپیچ لامپ سنسور داره که وقتی کسی وارد اتاق میشه لامپ رو روشن میکنه و وقتی از اتاق خارج میشه خاموش. شماره 3. این یک وسیله باحاله که روی شیر آب نصب میشه و دمای دقیق آب مصرفی رو بهت نشون میده. شماره 4. این یک گجته که پرده های معمولی خونه رو تبدیل به پرده های هوشمند اتوماتیک میکنه. هم کنترل داره و هم از طریق گوشی میشه کنترلش کرد. شماره 5. این یک ربات شیشه پاک کن هوشمنده که مکنده های قوی داره و از طریق حسگرهای حرکتی لبه ها و موانع رو تشخیص میده.